نام من میشل ساکرس است. 28 سال عمر دارم و از فیلیپین هستم. من یک مسیحی به دنیا آمده بودم، یعنی به عیسی باور داشتم و هر یک شنبه به کلیسا می رفتیم و در اونجا عبادت های خودم میکردم. در سال 2005 به دبی آمدم و مردم یا زنانی را دیدم که با لباسشان خود کاملا میپوشاندن و حجاب میکردن. در اوایل فکر میکردم که بسیار زیاد از آنها میترسم و برایم بسیار جالب بود چون هرگز در فیلیپین ندیده بودم زنایی که لباس سیاه میپوشند. در مترو میدیدم کسایی که لباس عادی میپوشن زیاد مورد احترام قرار نمی گرفتن، یعنی مردا زیاد به اونا احترام نمیکردن و به فکر اونا نبودن، اما کسانی که لباس سیاه میپوشیدن بیشتر از دیگرها احترام میشدن و چوکیشان به خاطر آنها خالی میکردن در حالی که دیگرها استاد بودن. به فکرم رسید که در مسیحیت وقت عروسی خودشان مثل زنان مسلمان میپوشانند. این واقعا ذهنیت مرا تغییر داد. یکی از دوستانم که مسلمان بود از او سوال کردم که اسلام چیست؟ اسلام چطور است؟ او گفت بسیار خوب است. شما بیشتر یاد میگیرین و بیشتر آگاه میشین. مردم شما را زیادتر احترام میکنن. باز من گفتم خوب است. بعد از او مسلمان شدم الحمدلله. پیش از او از اینکه به محافل میرفتم لذت میبردم و به رقص خانه میرفتم، اما حال تمام او کارا را رها کردم. مثلا هر کاری که خوب است انجام میتم تا یک مسلمان خوب باشم. از چگونگی کارهای خود احساس راحتی میکنم و در مسجد عبادت میکنم. وقتی که از مسجد بیرون میشم احساس میکنم که ذهنم بسیار زیاد باز شده، مثل که با عبادت کردن در اونجا تمام مشکلات من حل میشه و چیزی باقی نمیمانه. عبادت به من احساس بسیار خوبی میده و بسیار خوش میشم. الله در تمام جا حضور داره. شما را کمک میکنه، نترسین.